روز جمعه و نماز جمعه در این باب در درة الناصحین که یکی از کتاب‌های در ناصحین است، در اوجا یک قصه آوردگی است که البته که سزاوار است که او را حالا وقت است تا آخری وقت او را قصه کنیم. در زمان مالک دینار رحمت الله علیه که یکی از اولیای خدا بود، دو برادر بودند. هر دو او برادرها در دین مجوس بودند، مجوسی بودند، آتش پرست بودند، کتاب اوستا میخوندند، زردشتی بودند. این دو نفر برادر کلانیش 73 سال آتش خدا گفته سجده کرده، پرستش کرده. برادر خوردش 53 سال. عمر همه گرانمایه‌ای که نعمت خدا هست عمر او را در باطل صرف کردند. امروزه هم اوستا خان و اوستا پرست، اون تاجیک هایی که خودی همون مثل فاشیست واری تاجیک اصلی میگه و اسلام عرب آورد، بیچاره های بیدین آگاه باشن که اون حالی وا چی بود. اون مجوسی آتش پرست، اون طرفدار اوستا بودگی همون است که در او دین همین است که خودش دختری خودش میگیرد. همین مجوسیت زردشتی همون دینی هست که مرد دختری خودش میگیرن، نعوذ بالله. اگر پدرش مردگی باشد او دختر حتما برادر کلانش اول گرفته با او هم خوابه میشود، بعد او را شوهر میته، یا این که بزنیش میگیره، مرد دختری خودش میگیره، یا که اکه خواهری خودش میگیره. در دین همین زردشتی همین خیلی است، در اوستا همین خیلی است. امروزه بعض تاجیک مسلمان میبینی پدر و مادرش مسلمان زاده، خودش مسلمان زاده، پدر و مادرش خودش تولد شده در گوش پلیدی و از آن قامت گفتن. همون کسی است که خودش زن گرفته است، یک ملا رفته است او پلید بدنش نکاح کرده است، مسلمان است، اما از اوستا گپ میزنه. آیا در قرآن پند نصیحت نیست؟ آیا در حدیث رسول اکرم پند نصیحت نیست؟ آیا در این مجتهدا و این قدر سعدی و حافظ و بیدل و جامی و مولوی و آیا اینها پند نصیحت نگفتن که تو بدبخت از اوستا گپ میزنی؟ این چی روسیایی بدبختی است؟ آیا تو امروز اوستا را حق میگوی، آتش پرستی و زردشتی و مجوسی را حافظ قدی تو ندانست؟ لسان الغیب بود. غزل حافظ از مغز قرآن گرفتگی هست. ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل قدی تو نفهمید؟ مولوی مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، قرآن به زبان پهلوی در نظم در آورد، او مقداری تو نفهمیدی را؟ علامه لاهور مقداری تو نفهمید؟ سعدی شیرین بیان مثل تو نفهمید؟ این بیرونی و دیگر ابو علی ابن سینا مقداری تو نفهمید؟ آیا همه اینها نافهم بودن؟ تو که دانا برآمدی پلیدی نجس، باز مسلمان و مسلمان زاده است. باز او چی است که خودش مسلمان میگیره، با فرزنداش نکاح میکنه و به طریق اسلام زندگیش رفته است. آخی کاش که مرد دواری همو آدم همو دین قبول کنه و بگه این من قبول کردم، مرا جان از جنازه نکنین، من مسلمان نیستم. مرد دواری همین خیلی نمیگه و بدبختی منافق. آخی در زمان مالک دینار دو برادر بدن مجوسی، هر دوش برادر کلان 73 سال، برادر خوردش 53 سال، نعوذ بالله آتش خدا گفتن پرستش کرده گشتن. یک روز هر دوش مصلحت کردن که برادرها که بیا هر دمون دستهامون در درونی همین آتش می اندازیم، میگیم که ای آتش اگر تو خدا باشی به حق همون 73 ساله که تو را خدا گفته عبادت کردیم، یا به حق 53 ساله که تو را عبادت کردم، دستهای ما را نسوزان. اگر بسوزانه این خدا نیست، اگر نسوزانه پس عبادت من سخت‌تر میکنیم. یک گلخانی در گیراندن، هر دوش نزدیک شدن. برادری خوردی کلانه گفت که تو دست در آتش بانداز که تو بسیار عبادت کرده ای این آتشه. برادری کلان گفت که نه تو دست بانداز. میلش گفت
برادری خوردی که 53 سال آتش خدا گفته در دین زردشت بود، دستش به آتش انداخت، آتش او را سوزون. همین زردشتی ها خدا میگن پرستش میکنن، کو در درون یک گلخانی آتش بدرویان، کو خداشونی چیش نگه. دستش که انداخت دست سوخت. بعد گفت که ای ظالم، گفت این قدر ساله که من تو را عبادت کردم، گفت همه ای باطل برباد است، بیا بگردیم که این دین حق نبوده است، دین باطل بوده است، این چیزی نبوده است این آتش. برادری خوردی هرچند که برادری کلانی را الحاح کرد، اما برادری کلانی که 73 سال عبادت کردگی بود، برادری خوردیش گفت اگر امروز که من مسلمان بشم از این دین مجوسیت بگردم، در نزد اهل اولاد این خردسالا من چی جواب میتم که اینها مرا میگن که تو 73 سال گمراه بودی، ما را به گمراهی بردی، به خاطر ناموس دنیایی شده خدا او را نصیب ایمان نکرده، مسلمان نشید. برادری خوردی به نزد مالک ابن دینار آمد که حضرت مالک ابن دینار در اطراف و جمع انبوه مسلمان ها بودن و او به مردم از سخن خدا، از سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر به معروف و نهی از منکر میکرد. به نزد مالک دینار آمد و این قصه و سرگذشت خودش را یکایک به مالک دینار نقل کرد. وقتی که نقل کرد، مالک دینار هدایت پروردگار را درک کرد که توفیق شیء عظیم است. توفیق یک از جانب پروردگار جل جلاله است که اون توفیق هدایت خداوند فقط به دوست خودش عطا میکنه. در دنیا از مسلمان دیده کافر بسیار است، میلیاردها است، اما همه اون مسلمان نشیدن. خدا همو دوست داشته خودش ایمان نصیب میگردونه. مالک ابن دینار با همراهی او مسلمان هایی که در اطرافی او بودن، وقتی که این قصه را گفت همگی شنیدن، همه اشک ریزاندن، همه در حقش دعا کردن که این توفیق الهی را ببین که کسی او را دعوت نکرد، کسی به پیش او نیامد، یگان کس او را به اسلام تلقین نکرد، توفیق الهی نصیب شد که خود به خود مسلمان شد. این دعوت کننده ها، اینهایی که مثلا تفسیر و حدیث میگن مردم دعوت میکنن، نه، توفیق از جانب خدا هست، هدایت هم از جانب خدا هست. یک شعری که در آذربایجان برآمد، تکبیر الله میگه، الله الله میگه، همین شعر در اطرافش در تمام هم یورانیوس و هم فدراسیون روسیه تمام دنیا در تلویزیون داد، همه در حیرت زدن. مردم خودش اکثرا ایمانی و قوی شد که وقتی که شعر خدا یا حیوان بی زبان الله میگه در 5 وقت نماز، در 5 وقت نماز رو به قبله دستکاش میمونه، الله میگه. البته دیر نمتون، این جای پوشیده نیست، اینا همه تلویزیون های دنیا نشون دادن. بعضی ها گفتن که اینا منتج کردگی هستند. اگه در درون همون پنجره 500 نفر در اطراف همون پنجره آهنی استادگی، همه او دیوانه نه که در اوجه حاضر میشون و این میگیره منتج میکنه. این جاهلی را ببین، گمراهی را ببین. همون 500 نفری در اطراف پنجره بدگی همه همون دروغ گفته نکرد. اگر او دروغ میشید در یکمین مراتب در تمام جامعه زدن میبراوردنش که این دروغ است. هدایت خدا را ببین. بعداً مالک دینار گفت که این مسلمان ها یک چیز جمع بکنین از پول یا یک مالی که ما به این مسلمان شده تقدیم کنیم، تحفه کنیم. اشیای زیادی در اوجه جمع شد، اما او شخصی مسلمان شده او را قبول نکرد. گفت ان لا ابیع دین بدنیا، من دین ما به دنیا نمی فروشم. گفت دین ما به دنیا نمی فروشم. یگان تا او پول مال قبول نکرد. و مثل بعضی مسلمانی که هم مجوسی اوستا پرست شده است، هم نصرانی شده است، به خاطری که از اونجا میورن پول مالش میتن زندگیش تأمین میکنن، چند سال 40-50 سال میبره، حیات جاودانی و ابدیش برباد رفتگی است. اما این شخص مسلمانی واقعی بود، قبول نکرد. بعداً به خانهش آمد، همسرش گفت که ای شوهر عزیز، گفت مسلمان شدیم هممون بسیار خوب، اما زندگی را پیش بردن در کار، خوردن در کار، کار کردن در کار، یک چیزی بیار برای زندگی. میلش گفت. سحر برآمد، روز 4 شنبه رفت به بازار مردی کار بازار ایستاد، تا نصف روز ایستاد که یگان کس او را نه به کار برد و یگان کس او را یگان تنگه‌ای به او نداد.
امتحان خدا را ببین که خدا امتحانهاش پی هم است به بنده که آیا بنده اسلامش حقیقی هست ایمانش یا نه. تا نصف روز ایستاد که یگان کس او را به مردی کاری نبرد. از جاش خست آمد به مسجد در آمد. زمانی که به مسجد در آمد طهارت کرد، رو به قبله می ایستاد، دستهاش وقتی که به تحریمه می برد از دو چشم مبارکش به زمین اشک‌ها جاری میشید که خدایا به کدام رو من به طرف تو بگردم عبادت کنم که 53 سال من از تو بیگانه بودم، 53 سال من دشمنی تو بودم. خدایا میگفت و سر کشال میگرفت، سر آویزان میشد، اشکاش جاری میشد تا بیگاه در همون مسجد عبادت خدا را میکرد. بعداً بیگاه که به خانش آمد، سفیر الیدین دستهای خالی، همسرش با همراه فرزنداش آمدن دیدن دستهاش خالی که آمد، یگان خوراک و یگان چیزی نیست. زنش گفت که شوهر عزیز چیکار کردی؟ یگان چیزی نیاوردی؟ یک کمی ایستاد گفت که اگر راست شه بگم که هیچ کس مرا نگرفت، آیا در دل زن کودک شک پیدا میشه که این اسلام آورده از همه موندیم؟ بعداً به زنش گفت که ای زن، گفت و خانه یک کس در یک خوجه کار کرده ایستادم، گفتن که امروز کار بکن فردا اجری تر میتیم. بعداً روزی پنجشنبه شد، باز برآمد، رفت تا نصف روز ایستاد که یگان کسم او را به کارم نگرفت، یگان تنگی به او نداد. باز بعد نصف روز آمد، در همون مسجد پیشین ادا کرد و تا بیگاه از مسجد نمی برآمد و فقط اشک میریزون که خدایا 53 سال از تو بیگانه بودم، 53 سال من از تو دور بودم، حال من چی می شود؟ خدایا آیا مرا می بخشی یا نمی بخشی؟ گفتن اشک میریزوند در سجده و در عبادت خداوند بود. بعداً بیگاه که شد باز به خانه آمد که باز زنش نگاه کرد، خطی دختر و بچه ها همه که باز مرد به دست خالی آمد. این دفعه باز زنش پیشواز برآمد که ای شوهر عزیز مهربان، گفت این بیگاه خالی آمدی؟ باز کمی ایستاد گفت که خوجه اینم گفت که امروز هم کار که فردا حق تمیتم. شب همه گرسنه به روز گذراندن، تا روز عبادت میکردن، رو به خدا میآوردن، اشک میریزوندن که خدایا ما از تو بیگانه بدیم، خدایا سهو ما را ببخش، خطای ما را ببخش، خدایا ما از تو دور بدیم. گفته عبادت میکردن. روز سیم هم گرسنه موندن. 3 روز در امتحان خدا قرار گرفت. خدا به سر بنده مصیبت میارد، قحطی میارد، رنج میارد، درد میارد. خدا بنده را سنجش میکنه که آیا صبر دارد یا نه. ایوب صابر ببین که به یک قول 18 سال در رنج الهی صبر کرد. بعداً ایوب صابر شد تا قیامت نامش ماند. بعداً روز سیم هم گرسنه ماندن. سحر روز جمعه برآمد، اندکی ایستاد که کسی هم به او نگاه نکرد. آمد غسل کرد، به مسجد آمد و مثل ما و شماوری در نماز جمعه حاضر شد. امر معروف و نهی از منکر گوش کرد، نماز جمعه را خطبه را گوش کرد، نماز خواند و تمام کرد. بعدا همه که برآمده رفتن، او در جاش نشستگی بود، نمی برآمد، کاری نداشت، چیزی نداشت، پولی نداشت. بعدا دستها را برداشت و به اشک ریزان گفت خدایا، گفت من شرم میکنم که از یک حاجت بخواهم که 53 سال از تو بیگانه بودم، 53 سال آتش خدا گفتم گشتم. خدایا امروز من شرم میکنم که از تو حاجت بخواهم. خدایا گفت من به تو آشنا شدم، اما خوف و ترس در دل من همین است که شاید که زن و فرزند من از دین اسلام بگردن که به خاطر اسلام آوردن تو ما از همه موندیم. خدایا به حرمت یمی سید الایام که روز جمعه هست، مرا در نزد زن و فرزندم خدایا گفت شرمسار نگردان. خدایا به من یک کسب کار، یک چیز عطا بکن که سری من در نزد اونها بلند باشد و اونها از اسلام نگردن. خوفی همین را دارم. خدایا گفته اشک ریزاند و دعا کرد تا بیگاه ایستاد. بیگاه که شد، جای نمازی خودش همون مندیلی که به سر گردنش دایم به او میگشت در قد راه آمد، پر از ریگ قمش کرد و او را به سر گردن خودش گرفت و دستش
گفت که هر چی هم نباشد که از دور زنم که قطع فرزندا ببینن میگن که البته گندم یا آرد یگان چیزی آورده ایستاده است. دلشون به امید می شود، لااقل ناامیدی از دل اونها دور می شود. آمد از نزد دروازه نادر آمده که از خاندان بوی طعام به مشامش رسید، بوی بسیار، یعنی یک طعام های با لذت روغن و میوگی و کودکاش همه خرسندی کرده در تو و تاز در حول زن شدید. وقتش خوش حیران شد، او همون بخچه پر از ریگ قمه در نزد دروازه گذاشت. بعدا به درون درآمد، حیران شد، گفت که ای زن چی حوال است در این خانه؟ زنش گفت که ای شوهر عزیز، همون 3 روزه که در همون خوجه که کار کردی در نبدن تو امروز در چند شتر آرد روغن روان کردن در اینجا. گفت کی بودن اونها؟ گفت جوانهای زیبای نورانه بودن که در چند شتر آرد بار کردگی، روغن بار کردگی، گوشت بار کردگی آمدن و به من سپاریدن، گفتن که ای زن شوهر تا بگو که در همون جایی که کار میکند کارش مستحکم کردن بگیرد، این اجر 3 روزه اوست. بعدا زنش گفت که در یک طبق به من پیشکش کردن، طبقه که از بالاش که مندل رومالچه را که میبردارم، گفت 1 طبق پر از زری سرخ است، طلای سرخ است. زنش میگه که از اون طلاها 1 تای او را من گرفتم، دوام به پیش صراف رفتم. بعدا وقتی که ایره که نقل کرد، این مرد از هیجان بسیار در جاش کرخ چیدگی بود، اشکها با بالای از چشمش بریش به زمین شاریدن میگرفت. بعدا در جای خودش گشت، رو به قبله در بالای همون ریگ قم پیشانی خودش گذاشته 3 مراتب سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پروردگارا تو پاک و منزه هستی، پروردگارا 53 سال من از تو دور بودم، آشنا به تو نبودم، امروز که 3 روزه من تو را شناختم، تو رزق مرا رساندی. گفته در سجده اشک میریزم. بعدا زنش از حالی او پرسید که چی حال است؟ گفت که 3 روز حالی من نمی بود. زنش گفت که در اون خلطه‌ای که آورده، در اون نمالی که پیچاندگی در اون چی داری؟ گفت که برای بکشاش میبینی. خواست که زنش برای او ریگ قمه ببینه و از این قصه آگاه شود. وقتی که زنش رفت او را کشاده دید، راست گرفته به خانه بردن گرفت. ای زن گفت تو را کجا میبری؟ بپرتاو را. گفت برای چی میپرتامش؟ گفت چی است در درونی؟ گفت که آردی سفید است. گفت زنش که به پیش آوردید به قدرت الهی، همون سنگ قم در همون جای یک آردی سفید چیدگی بود که دوم باره باز گشت پیشانی مبارکش به زمین و بالای ریگ قم انداخت. دوم باره سجده کرد، گفت خدایا، گفت از این رحمتی تو، از این مغفرتی تو، از این نعمتی که تو به من عطا کرده خدایا، گفت من شرمنده هستم. بعدا از اون طلاها یک شکی به پیش صراف بردن در شهر. صراف یک مرد یهودی بود، عمر خودش به صرافی گذراندگی بود. طلا را هر چند که میکشد 10 برابر از طلای دنیا وزنش زیاد است. نقش او را که دید، اون یهودی زیرک فهمید، گفت که شخص من میدونم که شما راست شب ما قائل بشین که این زری دنیا نیست، زری دنیا این مقدار وزن ندارد. وقتی که زن شوهر همه را قصه را که با او یهود نقل کردن، اون یهودی صراف هم اسلام آورد، مسلمان شد به توفیق الهی. از برکات روز جمعه ببین که چی فیض برکات دارد جمعه. روز جمعه هر کسی که در ساعت اول رسول اکرم گفت به مسجد می آید، همچنان است که یک شتر در راه خدا قربانی کرده است. اگر در ساعت دوم بیاید، همچنان است که یک گاو در راه خدا قربانی کرده است. در ساعت سوم بیاید، همچنان است که یک گوسفند در راه خدا قربانی کرده است. در ساعت 4 بیاید، 4م ساعت شده، همچنان است که در راه خدا یک مرغ قربانی کرده است. اگر در ساعت 5مش دیر بیاید، همچنان است که یک تخم مرغ در راه خدا قربانی کرده است. وقتی که امام به منبر برآمد، امام جمعه و خطبه خواندن سر کرد، فرشته ها در نزد در ایستادگی همه دیله ها و دفترها را میپوشند. تمام دیگه فضل درجه تمام شد. در روز جمعه در دروازه های همون کوچه و دروازه های مسجد فرشته ها حاضر هستند. هر یک کسی که به نماز جمعه می آید، نام او را ثبت میکنه که فلانی ابن فلانی، فلانی بچه فلانی به نماز جمعه آمد.
همه این نورا نام نویس میکنن به نزد پروردگار جل جلاله میبرن. اشک میریزونن که خدایا این بنده های تو در یک مکان اجتماع کردن، تو را یاد کردن، سخن تو را زدن، سخن حبیب تو را گفتن، خدایا اونها را مغفرت بکن. خداوند جل جلاله به لطف و کرم خودش گناه همه انسان هایی که نماز جمعه را میخوانن و میآیند مغفرت میکنند. اولین بدعتی که در اسلام پیدا شد دیر رفتن به نماز جمعه شد. همین بدعتی که در اسلام پیدا شد مردم به نماز جمعه دیر میروند، همون میروند که نماز میخوانند خلاص.